سلام به همگی، امیدوارم کارتون خوب باشه. این ویدیویی که مثلا شروعش هم فرق میکنه، برای اینکه بالاخره من تونستم میکروفون رو بگیرم و ویدیوها رو خارج از خونه ضبط کنم. این ویدیو اصلا قضیهش چیه؟ به خاطر اینکه اصلا کلا این بخش ویدیو قضیهش چیه؟ به خاطر اینکه من در طول روز خیلی سرم شلوغه و همش این ور اون ور دارم کارهای مختلف میکنم. وقت نمیکنم که با دوستان بخوام وقت بگذرونم یا بخوام برم بیرون و اینا. برای همین تصمیم گرفتم که یکم سنت شکنی کنم و به جای اینکه روز بریم بیرون با هم دیگه یه پیکنیک بریم، اینجوری که وای داریم میریم تو طبیعت و اینا چقدر خوش میگذره، به جای اینکه مثلا توی روز بخوایم همچین کاری بکنیم، گفتم که اوکی بیا شب این کارو بکنیم و به جای اینکه روز بریم پیکنیک شب بریم پیکنیک. اینجوری شد که الان اومدم توی پارک منتظر دوستم که بیاد و با هم دیگه یک پیکنیک خیلی کوچولوی دوستانه داشته باشیم، یکم دیگه با هم دیگه حرف بزنیم و اینا. واسم این ایدهشو به شما هم بدم که اگه صبح نمیتونید روز یعنی با دوستاتون بریم پیکنیک، یه پارکی رو انتخاب کنید نزدیکتون، نزدیک هر جایی که هستین و با دوستتون بریم پیکنیک به همین راحتی. پس به این ویدیو خیلی خوش اومدید. الو سلام، خوب نازی؟ من رسیدم با نزدیکی. حاله میبینم من اینجا نشستم برای خودم. حاله قربونت، میبینمت. خبر از این و یکی دیگه خیلی باحال بود این کافه، چون که ازش کاموا آویزون بود. من تا حالا ندیده بودم دیزاینش، استوری کردم فکر کنم. آره دیدم. دیدی؟ خیلی باحال بود. کلاف کاموا آویزون بود. چرا کلا؟ نمیدونم اصلا اینقدر به دیزاینش میومد. نگاه کن. من یک چیزای زیادی آوردم برای خوردن. ماسالا آوردم. ببین ما همه اینا رو من قرار بودش که روی میز بچینم، خیلی همه چیز رویایی بشه و اینا، اما واقعا بعضی وقتا همه چیز رویایی نمیشه. اصلا رو میشه قشنگی. آره همه چیز رویایی نمیشه متاسفانه و اشکالی نداره. آره. به همراه یک ظرف غذا آوردم. آره اینو شایان برای تولدم خرید. بعد توی اولی چیز خیلی مهمیه، هیچی دل نبند. پوچ. رفت اطلاش. بعد اومدم چیپس درست کردم. آره زیاد خوشمزه نشد. مثلا چیپس نشد. خیلی. خب منم چون که دیر با هم هماهنگ شدیم، فقط رسیدم خونه دیدم که سبزی داریم، لقمه درست کردم. امیدوارم که 2 تا درست کردم. اونو باید با غذا بخوری. خالی خیلی چنده. من فلفل قرمز رو خالی کردی روش. آره. یکم. سلام، به بخش بعدی ویدیو خیلی خوش اومدین. این ویدیویی که الان دارم میگیرم چند روز بعد از ویدیویی که همین چند ثانیه پیش دیدید. اولین چیزی که اتفاق افتاد اینه که امروز بالاخره بعد یه تایم خیلی طولانی تو انزلی بارون اومد، خدا رو شکر. چون من واقعا خیلی نگران زمین و اینجور چیزا بودم و اینجوری بودم که اوکی قرار نیست یعنی بارون بیاد هیچ وقت و خدا رو شکر که بارون اومد. نکته بعدی چیه؟ نکته بعدی اینه که من باز یادم رفت که عینکمو بذارم. یه لحظه بذارید عینکمو بزنم. خب عینکمو زدم. نکته بعدی چیه؟ نکته بعدی اینه که من رفتم آرایشگاه و الان خیلی حس بهتری نسبت به خودم دارم. چرا؟ چون زمانایی که میرم آرایشگاه و میام wish you really care. I'm always waiting for you, you're not even there. I'm hitting all the bottles, trying to get home.
کلا حال خودم، سرم، کلم، مثلا همه چیز حالش خیلی بهتره. واسه همین آرایشگاه رفتن واسه یه حالت شروع دوباره داره و برای اینکه این شروع دوباره رو حفظ کنیم چیکار می‌خوایم بکنیم؟ اولین کاری که می‌خوام بکنم اینه که یه ذره اتاقمو جمع جور کنم. اتاقم نیاز داره به یه گردگیری. برای همین می‌خوام گردگیریش کنم. Just tell me where have you gone? I've been missing the feeling. Hoping one day you'll return to me. I can't pretend. Wish you could just wash away with me. I miss my friends. Wish we had summer on repeat. Where did summer go? Searching for something, we missed out on everything. We just wanna know, where did summer go? I just wanna know. Every night you're not here with me, I get lost all by myself. Doing drugs without you don't give me the same feelings. Tired of feeling like there's nothing I can do. I'm sick and tired of being stuck up in my room. Just tell me where have you gone? I've been missing the feeling. Hoping one day you'll return to me. I can't pretend. Wish you could just wash away with me. I miss my friends. Wish we had summer on repeat. Where did summer go? میاد. خب دیگه همین الان گردگیری تمام شد، خدا رو شکر. زمانی که گردگیری میکنم گرد و خاک کلا مانع ورود انرژی و هر گونه انرژی داخل محیط اتاق خواب میشه. من میکروفون گرفتم که اینو دستم نگیرم هی و یعنی که اینو باز دوباره میگیرم دستم صحبت میکنم. الان دیگه یه نوشیدنی جدیدن گرفتم، ماسالا. این ماسالا فرقش با بقیه ماسالا چیه؟ توش پودر شکر نداره، پودر شیر نداره و دیگه چی نداره؟ فکر کنم چیزایی که اینجوری شیرین و اینجور چیزا نداره و به جای اینا توش پودر نارگیل داره که یعنی یه جورایی کاملا رژیمیه و نمیتونید تصور کنید چقدر برای این روزای سرد نیست واقعا. الکی دارم چوسی میام، سرد نیست واقعا. اینکه زمستون نداریم که واسه همین سرد نیست هوا. یکم هوا سرد شده واسه همین نمیدونید چقدر برای این روزا مناسبه و خیلی خوشحالم که کشفش کردم. الان میخوام برم اونو درست کنم بعد بیام بشینم یکم نقاشی بکشم برای خودم. There's a window that won't open. Oregano in a sandwich bag. I put $10 worth of open. Refused to walk all the way to that church, so I ended up
خب بچه‌ها من لباسمو الان عوض کردم به خاطر اینکه یه چیزی خریدم که نمیدونم الان دقیقاً بهم میاد یا نه. برای همین گفتم که بپوشمش، شما نظر بدین. یعنی که بپوشمش که نه، اول بپوشمش. پوشیدن نیست، نمیدونم به این فعلی که قراره انجام بدم چی میگن. گفتم اول این کارو انجام بدم، شما ببینید نظر بدین که اگه اوکی بود من اینو بردارم، اگه اوکی نبود ببرم پس بدم. من خودم همیشه خیلی از این شالا میخواستم که الان جدیدن ترند شده، همه میندازن. بعد واسه همین کلا هیچ وقت نمیگرفتنش بخاطر اینکه فکر میکردم بهم نمیاد و اینا. چند وقت پیش دیدم یه دونه برداشتم برای خودم. الان این اونیه که گرفتم، نمیدونم اصلا بهم میاد یا نه. ولی خودم تصمیمم اینه که مثلا با این چیز دورس سفیدم بپوشمش. یکی از مشکلاتی که داره چیه؟ خیلی پرز میده، یعنی نمیدونید اصلا زندگیم شده رنگ پرزای آبی. حالا شما نظر بدین ببینید که آیا اوکی هست یا نه، بگین به میاد میتونم استفاده کنم. من خودم نظرم این بود که یه دونه اینجوری استفادهش کنم. حالا اگه خواستم برم جایی همینجوری با شلوار و پوتین و اینجور چیزا، یه مدلم حالا مثلا اینجوری بندازم دور گردنم. نظر خودم اینه، شما نظر بدین ببینید که آیا به میاد نمیاد. من خودم خیلی دوستش دارم واقعا، یعنی احتمال زیادم برش دارم، پسش ندم. حالا یه روزایی حالا استفادهش میکنم دیگه. ولی خب بعدیش اینه که خیلی پرز میده، خیلی به شدت. مرسی از اینکه تو این ویدیو همراهم بودین. توی ویدیو بعدی میبینمتون. هر نظری، انتقادی، پیشنهادی دارین حتما زیر این ویدیو برام بنویسین. خیلی دوستتون دارم، خیلی زیاد ذوق میکنم از اینکه میام پیشتون. مراقب خودتون باشین. توی ویدیو بعدی میبینمتون. خدافظ.